صحبت مردان حق روشنگر است، چون درخشی برق پیش از تندر است. سلام و عرض ادب. و امروز ما در برنامه داریم هنرمند مردمی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، استاد عبیدالله رجب. خیلی خوش آمدید و برنامه خود. تشکر. عبیدالله رجب، هنرمند مردمی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام رودکی. سال 1964 استودیوی مهارت اکتوری نزد تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی و سال 1982 شعبه کارگردانی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده را ختم نموده است. فعالیت ایجادی را از سال 1964 آغاز کرده است. از سال 2000 تا سال 2004 رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بوده است. از سال 2004 راهبری تئاتر آینه را به عهده داشته است. در نمایشنامه‌های چون حریت، کاروان بخت، رودکی، انتیگونا، شمع معرفت، جان مادرکان، زد و خورد در بیابان، لحظه جاوید، مبارزه، قله فوتزیاما خود را هنرمند با سلیقه فاجعه‌ای و درامایی معرفی کرد، اما بیشتر در مسحکه توفیق یافته است. образҳои масакавӣ дар намоишномаҳои театрии гилеми кабуд، вопасин арӯси амирулмӯъминин, дар чорсӯ, ҳақиқати талх, спектаклҳои телевизионии найрангҳои майсара, дугонаҳо ба театр мераванд, зангирии чақаббой, садо аз тобут, эҷодкор, зани оҳанин ва ғайраҳо ба ӯ шӯҳрат оварданд. филмҳои бадеӣ ва телевизионии Салом Гулнура Раҳимовна, ҳодисае дар фурудгоҳ, номзад, муҷассамаи ишқ ва ғайраҳо бо иштирокаш рӯи навор омаданд. бо орденҳои ситораи президенти тоҷикистон дараҷаи 3 ва дӯстӣ қадр шудааст. شما صورتکش خوبید، یعنی خیلی یک رسام فوق‌العاده و فعلا نمیدانم که هستید یا نه، چرا که در زمان جوانی بهترین رسام بودید. و چرا این حرف را بنده میگم؟ از اون خاطر که یک رسمی که در دیوار من دیدم که نقش دستان شما بود، خیلی عالی بود. و چرا از این هنر دست برداشتید؟ کاری رسامی خیلی مشکل است. خیلی دید و نگاهی خاصه داشتن در کار است. بعد برای رسام شدن خرج و خراجات زیاد دارد که برای من خیلی این مشکلی آورد. همون 12 زبان من نازکی های این هنر را میدانم و بها داده میتونم. برای من مشکلی آورد. من دیگر بالا از کرسی دویم بالا برآمده نمیتوانستم، چون که طلبات روز از روز زیاد میشود و باز هم با تکرار باشد میگم که خراجات زیاد طلب میکند. از این رو سال 59 یعنی که آخری سال 59 در نزد آموزگاه بدیعی یعنی رسامی شعبه اکتوری باز شد و ما هم توکل کردیم، آمدیم گفتیم که اگر داخل شدیم میخوانیم. داخل نشدیم باز هم کارمان را دوام میدیم و خوشبختانه من داخل شدم. ولی یک فرصت شما در آموزشگاه موسیقی هم درس موسیقی آموختید؟ بله، وقتی که من مکتب میانه تمام کردم، من باید یک چیز بگم که من از 5.5 سالگی مکتب رفتم. یعنی من بر وقت‌تر رفتم و بر وقت‌تر شد. برادرم بسیار خواهش داشت که من در آموزگاه موسیقی خوانده باشم و موافق درخواست برادر کلانی از من کلانتر من آمدم آموزگاه موسیقی. سال 57 بعد ختم مکتبی میانه آمدم اونجا که 3-4 موضوع امتحان بود، 3-4 وای بود، سپارش ها بود. ریتم سنجیدن، ضرب که من ضرب میدانم یعنی ضرب، نقص، خب شنوایی، نقص. بعضی سوال های عادی بود که گفتن، من با خیلی آسانی جواب دادم. من گمان کردم که این حالا امتحان نیست و گفتن که قبول. در برابر من بودن آنهای بچه‌ای که مکتب موسیقی خواندن، همونا افت دیدن ولی من گذشتم. یعنی شما هم رسامی خواندید؟ نه یک فرصت. بعدن با یک فرصت علم موسیقی آموختید؟ اول علم موسیقی. بله. و چون برادرم به خدمت حربی رفت، عسکری رفت، من تنها موندم. من خواهشی خودم که از اول می‌خواستم رسام باشم، بعد رسامی رفتم. بله. کارم بد نبود. من در رنگ آبکی یعنی که اکوارل خوب می‌کشیدم. خوب بود کارم. معلمان هم میگفتن که بسیار عالی هستم.
و بالاخره هنر پیشه شدید. و همون بعد سال 59 من چون از امتحان گذشتم در تور اول من گذشتم شدم در استودیوی نزد تئاتر اکادمی لاهوتی سال 59-64 ما خواندیم در دست استاد افیمیسایویچ میتلمن، اصلی برهانوف، صافی ارجانوف تویبوی و نظام نورجانوف. در آموزشگاه موسیقی زیادالله شهیدی، خلاصه شخصیت های بسیار نمایان همون دور و زمان ما درس گوش کردیم و خواندیم. شما خیلی جسور شده اید مخدوم. چی؟ خودتان را با ما برابر کردنی هستید؟ خود را برابر کردن یک نفر دعاگوی فقیر هیچ متصور نیست امیرم. ولی انصافاً باید اعتراف کرد که امروز به دستبوسی زنی کافیره هر دویمان برابریم. و چطوری که حضرت قاضی کلان میفرمایند از این دستبوسی عالم طوفان و بخارا پایمال حادثه گردد، جوابگر دوی ما هستیم. شما امیرم. نه اول شما امیرم. از بیادبی شما مخدوم قبلگاه مرحوم به جان رسیده لاجرم شما را از درگاه رانده بودند. شما نه تنها به توفیق نامدید بلکه نیش زبانتان را باز هم درازتر کردید. اون چیزی که من آموختم هم در آموزشگاه موسیقی و هم در آموزشگاه رسامی برای من بسیار منفعت آور بود. کمک رساند. بله. یکمش این که دید و ذوق بدیعی در من بیشتر شد. من میدونستم که در صحنه دو اکتور یک در یک خط باید نایستند، چون که در کمپوزیسیون رسام هم همین چیز قابل قبول است، یعنی که دو فیگور در یک جا یک خیل نمیستند اگر او فکری رسام نباشد. این چیزا رو من خوب میدونستم. زهر انداختی؟ من به می؟ این زهر را به تو کی داد؟ این زهر را به تو گراف داد. بگوی زهر را به تو گراف داد. گراف عیسی مسیح گراف به من چیزی نداد. منکر میشوی. کنی بگوی شمایان با چی فساد مرا از راه گرفته پرتوتنی؟ به جام زهر انداخته ضیافت کردنی؟ با تیغ کشتنی؟ بگوی به جام یا شکلات زهر انداخته ضیافت دادنی؟ بگوی به من همش معلوم. قسم به نام خدا من به شما حق راستش را گفتم. من اگر آمیزش رنگ های میدونستم کدام رنگ با کدام رنگ موافقت میکند یا خود این رنگ گرم است اینش خنک است، خلاصا چیزهای میده که در نظر اول میده چویده می نماید ولی در کار هنری تئاتری و عموما هنرمندی بسیار مهم است و استادا میگفتند که از عادی ترین یک جزئیات خردترین سر می شود هنر. نخستین نقشی که شما در تئاتر آفریدید در یادتان مانده است؟ نخستین این همون صحنه عمومی بود در نمایشنامه تبادلات رزلام. تئاتر باید وقتی که ما علاقه در استودیوی افیمیسایویچ میخوندیم در دستی استادای هنر، چون که در اول گفتم حاج قدر رحمت اللهیف، اصلی برهانوف معلمای اساسی فنی مهارت بودن، خود افیمیسایویچ راهبری کورس بودن و
1 ساعت 2 ساعت حتما پگاهی از ساعت 9 می در آمدند و در مشق ساعتی تئاتر ساعت 11 سر می شد و ما رو آماده کردن. در اول نمایش ما از میدان می گذاریم، یعنی متراس ها می گذارن از میدان. ما لباس پوشیدیم، یعنی که چند روز مشق کردیم همون گذشتن که همگی یک 2 دقیقه یا 3 دقیقه ما از پشت پرده پیدا می شویم و پیش تماشاچیان قدی گذشته این طرف می گذاریم. ما همه همکورسای من که قریب 17-18 نفر بودیم با اکتورای تئاتر و همون لحظه هیچ از یادی من نمی رود. بله. چون کاری اول است. اول بود، یکمین بار ما صحنه برآمدیم. تاکید می‌کردن که زینهار با تماشابین نگاه نکنید. اگر نگاه کنیدم همچون به یک هوای خالی، به یک میدان خالی، به یک فضای خالی نگاه کنید. یعنی اونجا آدم نیست. در هنر ما طرف تماشابین دیوار چهارم میگویند. یعنی که دیوار محکم است ولی شفاف است. شفق چی؟ میدونی چی؟ چی کرد؟ من دیگر هیچگاه زن نمیگیرم. برای چی؟ چون که پیش از زن گرفتن ایش میرزا و آقیگید همه جا تنجی و خود جمعی بود. بعد از آن بدبختی سر شد. تو در اینجا گریه میکنی، زبرجد در آنجا، چشمهای همه گریه آلود. مادر عروست هم رستی آبی چشم میریزد. فقط اش میرزا بیغم از پگاهی با چوب سوار شده از تازی میکند. بیگاهی باشد خور خواب. من هم به دشت رفته هون گریه میکنم. خب شخصیت های بزرگ در هر ساحه کاری میکنن که دیگران تا او نکرده بودند و بیشک مونوسپکتاکل رو در ژانر حجم شما اساس گذاشتید و خیلی موفق هم شدید. تشکر. اگر که این بهای شما است، من این قریب که نشنیدم از یگان کسی دیگر. اگر این بهای شماست من تشکر میگم برای دید و نگاه شما. این بهایی است که ما از کارشناسا شنیدیم و از شما میپرسیم. یعنی من الکی در تئاتر کار میکردم میدونستم که از من فرض کردیم اصلی برهانوف نمیبراید یا که محمد جان قاسموف، گرچند که ما در مشق‌ها میشستیم سر میز میشستیم میدیدیم سخنرانیشون. یعنی که آرزو و هوس هست. هر یک هنرمند باید که آرزو و هوس داشته باشد، نباشد اون میمیرد. تمکین حاجی خود رحمت الله برای شخص من بسیار پسند بود و در سیمای او من زیایی تاجیک میدیدم. ما کوشش میکردیم تقلید کنیم استادامون و این در آغاز کار هم میگفتم که همین اقلا یک چاریکی من حاجی خود رحمت الله میشده باشه. همون میخواستیم معلممون رو تقلید کنیم و کنیم. بعضی میخواستیم که مثل فیلم سایش رئیسور باشیم. برای چه صحنه‌ای که این کس میماند اینقدر جالب است و دیگر رئیسی‌ها رو میبینن اونقدر نه، حالا که اینها زندگی ما رو دیگر رو خوبتر و بهتر میدونن. ولی این فیلم سایش آدمی از دیگر جامدگی بود ولی اینقدر خوب میدوند این سره. ولی بعد فهمیدیم که قانون‌های تئاتر تماما دیگر است. همین قدر سال مردم بخارا آب زرفشان را نوشیده به فبریک زیست، نمرد، به زمین فرو نرفت، آسمان بسرش نغلطید. مختوم شما کوکنار کو نمیخورید یا بند بزنه چی بلا؟ یعنی که برای او جالب شدن و برای آنکه او تماشاچی بیشتر اعتبار کرد، باز بعضی قاعده های صحنوی است که او بیشتر و خوبتر میدونسته است. قهرمان هایی که شما در همین مونوسپکتاکل خودتان پیدا میکردید، یعنی از میان مردم یا کسی نزد شما می آورد؟ مونولوگ نویسی در بین نویسنده های ما
اونقدر وای نیست، قابل قبول نیست و نمیتونستن نوشتن. در روسیه بود. تا امروز هم در روسیه همین منالوگ نوشتن هستن. معلف های خیلی نامی زور هستن برای مثال ارکادی ایساکوویچ رایکین تمام روسیه می نوشت. بله درست. هر کسی که میتوانست می نوشت و ارکادی رایکین ای بین صدها منالوگ ها یک تا یا دو تا انتخاب میکرد که اون نشان رس باشد، بغیر از آن که او حجوش با پهلوهای فلسفی باید داشته باشد، اجتماعی باید داشته باشد، خاراکتر باشد و غیره و کذا. من کتاب ارکادی ایساکوویچ دو کتاب داره، هر دوشم خواندگی هستم و با خودشون من هم صحبت هم شدم در سفری که ما در سنت پترزبورگ در لنینگراد داشتیم. من صحبت هم داشتم، نمایش هم تماشا کردم. یعنی قهرمان های من اینها دور از دیهای خودم میگرفتم. وان سفر یه نوعی شقا و جواق هوی که براقی دونمک نیسته در نگاه کنه که کنجنه در هوی میکنی یه رو در قاوگلی سوال خونوال مایه. همون موسفیدی که از آسیاب می آید و یک چند کیلو باری وزنی که در کتفش هست و شبانه اونجا آسیاب کار میکند، یک فرصت مییابد که همون خانهش بمان از شبانه او وقت نمیدانم موی سفید است، اون مالی خودش هست، مالی پنهانی است، اکو او را خودش جوابش میگه میاد که در حولی محکم از دیگر حولی میبده، از در اساسی نیست، از دیگر حولی میبیند، از دیگر راه میآید، میبیند که در محکم. یعنی این ما در تگ درختام خواب بودیم و این چیزا من شنیدم و میدونم. دویم حقارت میکردم اون نبیرش که آخر من که خواب ندارم، من ریسک روزی، یعنی که منالوگ باطنی او که ما نمیشنویم، یعنی که من که ریسک روزی شما پیدا میکنم، شما از مردن و نیشوی نجات میبخشم، آخر میدونید که من میبیام همین در کشادمانی نمیشود. یک چشمکات میملوشه مرا نگاه میکنی، لبکات میجوشه مرا دعای میکنی، دلکت میکشه چی رو تا سیاه میکنی. اوچه تم رنگ معشولک خونده میتونی؟ الهی جوان مرگت بکشه. خواه میکردگی باشه بیا خواه که بیزاری جانم کردی. وان سفر ای رو در قاوگلی ای بفره بکن بسر دیوال. و من هم در یگانجا شرح ندادم. یعنی اینم من گمان میکنم که من با تماشابین عاقل و دانشمند سر و کار دارم، اینها خودشون این خالگی پر میکنند، یعنی که هنر به همین خاطر است. یعنی شما اون همه واقعه هایی که گذشتند در پیراهن هنر پیشنهاد میکنید به بیننده ها. مثل آن که یک منالوگ دیگر دارید طریق تلفن که شما در سلیات گاوجوشو است، خیلی و خیلی جالب است. الو رایان گلستانه، رایان گلستانه میگو. ای دختر کی دختر؟ ما دوشنبه گرزستم از سلیات گاوجوشو. کی تو؟ میری نیسان خودتی؟ نغزی دیگه درستی؟ صحت سلامت هستی؟ شناختی؟ که غالب نغز است؟ مچکل سوزه؟ کمپیری خشتامن صحت سلامت هست؟ میشود نه علما یک دو سه هفته دیگه میستیم با فکرم کارا بسیار هر روز لکسیه و این همین تماشا و همین زنکا قدی همین کمپیرا قدی گرنگ شدیم. گوش کن میری نیستای جان؟ همین لمان یک نمیتی؟ اما کلخوز لمان یک بچه اسمان در او که صدقه پیچاد شگر الو لمانی بگو کی تو خود درم سر تلفن اکه همون ناسی دهت توف که بعد گرزه فهمیده نمیشوه کی همون کبرتره که قربان فا بچه اسمان او خونش لوی سنگا و دای کو در او که الو کبرتره که کی شما کبرتره که قربان فای کی شما اکه ینگه شما نه بخشی نشناختم خیلی من یکم آدم باید نه از ینگه صحت سلامت هستن دیگه ای دوشنبه گردستم از سلیات گاوجوشو اما هفته گذشته هم زنکور از سلیات آورده بودیم مغازین با مغازین گردانده استم چون نه وای زوپارک برآمدیم در درون هفته بزنیم کلخوز همسر زایما پرورش بریگاد میریم گفتم که یک تلفن دیگه نغزین درسته شگره
شگر میشود خطونش خیلی نغزین بچه ها نغزین که معلم خونه نه اکر معلم خونه بالای بوم چکار میکنم لای اندوه خیلی میبخشید میشد ما میاد دسته سطیل میکشاندم افسوس که نیستم ینگه هم معلم یک پیرات نمیکنیم پیش تلفن بکی یک نه که او را خطا گفته نمیشه این گپی مردکیه فیروز که قف کش کنیم دیگه خطا نغزین میشه در گست نیسته دوشنبه خوبه قطعی هم زنکو دو کس خوبیم نه ما علاهیده خوبم خرساندن البته خرسان میشه آخی آوی گرم خونه که یافتن دیگه همین شب و روزی دراز همین کارشون مرغاوی باره آبازی کنی ای ایستنی وانی هم میزنن ای اوسنی وانی هم میبرویم همین مهمان خونه رو ینگه تیاو کردیم هر روز قطعی همون جوجورنی جنجال داریم نه همشون نغزنی همون زنی بابی که عذاب مانداد اما دخترها همون زنکای شیطان کدام شاید دارو از مغازین کیم چقدر دارو میاره میگن کمپیری بیچاره میگه که در همون سرت بمول موی سرت شروع میشه بیچاره هم میموله یا محل همون گپ قطعی اندرمان میشه خاطرش میبره نیست شب میکشه سرش میشه که سری سفید سیاه شده میگه البته برم شما خونه میزنم پیش میکنه عکس کشیده گفته نه هم کشوش نمیشه دیگه یک بار سیاه‌تر شد که سفیدتر نه میشه شگر دو اندیشه هست مثلا یک نفر میگوید که باید زبان همگی ادبی باشد یک گروه مردم بین اندیشه‌اند که قهرمان با کدام زبان با چه زبانی حرف میزد باید به همان زبان اکتور را اجرا کند و شما در این باره همچنین یک هنرمندی فهمیدم کسبی چی نظر دارید؟ من میگم که لهجه حقوق دارد که در صحنه در کینو باشد چون که اساس زبان تاجیکی ما این لهجه است او لهجه کجایی که نباشد طرف شمال است جنوب است کوهستان است کجایی که نباشد در اساس لهجه این زبان ما باشه این بایگری و غناوت بزرگ مردم ما است من میفهمم که نرم زبان باید رعایت باشد در همه جا حرف او ای زدناک ه غ و غیره و غیره این که اینا باید رعایت شوند ولی او قهرمانی که من دارم او پروای نرم زبان ندارد درست است او آسیابان باشد او جنگلبان باشد او پادبان باشد های بچه گوسفندای این طرف بگردان نمیگوید که و گویدم خنداور می نماید او معلم مکتب نباشد و در همون قشلاق همین خیلی کلان شده است و همین از بابا و بیبیش آموخته است همین لهجه در یاد او مانده است من باز میگم که لهجه حقوق زنده ماندن دارد همین پشتامان مرا همین سر دیوار چوغوک نمیکنی سی بیایم همین خانه شما ده التماس بگه سی بیا صد خطا مالش الو عمامی مگو نمیشنم چی بالا عمامی مگو ای عمایی مایم ای دوشنبه گبزه است مسئولیت ای عمایی مایم تروبکره چپا قبیده چی بالا ای عمامو تروبکره راست بکاب آواز دای گور میاد چی میاد کجا میاد همون طرفی دهنت بودگیره در گوشت بمون دهنت بودگیره در گوشت بمون و گوشت بودگیره در دهنت بمون در دهنت بمون بمون در دهنت تا همون گوشت انا چه خیلی دیگه نغزی درستی شناختی شگره این شگره تستر گبزه شگره میشوم نه ما دو هفته دیگه میستیم کار بسیار شد گوش کنم شب خواب دیدم علا خان شدم گفتم که یک تلفن کنم چه احوال داری نه
همه سر سلام گوش که همه شب خواب دیدم کی انمی در روی حولی 6 تا جمعشویی داری یک رویمان دوکه داری کو انامورم شستی و سری طور پرتفتی یا محل همین شمال شی شمال همین نمال تا هوایی کرد انا بعد پس لیدی نمال ما گفته همین یک بلینگش قبیدی که همین شمال قطی همین نمالان ورداشته همون سینی سیاه بردود خدا دای بالا ما ایتا اما قدس ما دراز کردم نرسید بعد دیگه همون سرسری دیوال و قدقدی کوچه در اونی همون پلی پیاز و خربزه و تربوز خیلی همون تا همون قمیشو رو رفتیم دو دوای کده یا محل همون کلوش و تایپاد کنده شد آمد در طوری سرم زد بیدار شدیم که در لیکس شدم ما گفتم که یک بپرسم آخی نمزه آو روشنایی های خیلی سازه کنه آو نمالت قدی ورداشت تو اوش چی های گناهات میره زنی اما میگم اما صدقت ختم سرگناهک یعنی گوش که اما انا چیزای گفته که تا یک خلشه یافتم یک خلشه نه بعد آمدم اون خفه نشه گرفتم جوشکت گرفتم یا عذاب قدی یافتم وقتی که شما منالوگی کسی رو میخوانید یا میگویید از زبان کسی بله. در آنجا نه استاد عبیدالله رجب است بلکه همان قهرمان است بله. یا که اشتباه کردم نه درست است من از نام همون قهرمان بله. میگم اگر در رفت صحبت هست قهرمان هست مؤلف وقتی که قهرمانی من گپ میزنه اونجا ریمارک میآید ریمارک او گپ میزنه گمی خیلی فرون ای بچه‌ام آخه تو در این دیوار پین فرون میکنی آخه من اینجا فرون کردم بوز کنم فرون کردم بعد میگرده ریمارک میشه که موی سفید خیلی خسته شده آمده بود یعنی این وقت بله. او اثبات میکند که این زبان نرم زبان ادبی رعایت شده ایستاده است و این لهجه است که اینا پره میکند زیب میگه به همان لحن گویشی همان قهرمان اگر ما بیان نکنیم و پیشنهاد نکنیم شاید که آن شیره و شربت رو داده نمی شود درست است من کوشش کردم که در همه لهجه های مردم تاجیکستان صحنه ها وای کنم بود که در لهجه بدخشانی بود که در لهجه مردمی سوخت به یگان تحقیر یعنی که قهرمان مثل اون که علاوالدین میکند وای میکنیم اینم هنر است اینم کاری هر کس نیست اون زنه که خوبه التماس کنی میتتا اگه 3 متر دوکه چه که نتتا میتتا نمیتتا خواهی بود تتا میتتا نتتا نمیتتا این چیز قابل قبول است در تمام دنیا این چیز هست اینم یک بازیافتی حساب میشد برای ما دادا جانش یک متای منبوع خریده بید ها خوب وای همین متا منبع معقول ده جان دادا جانش همین منبع گفته تیپ ها خوب وای گلی ایناش فرق میکرده است های همینش مکو منبع گفته تیپ ها خوب سر و ماینه رو گیج میکند سر و ماینه اتون گیج نشود و کرده تیت وای زنی جوان پوشیدن میخواد پوشیدن هم گپ میه کجا که نروم دایم برایش مالهای نبودگی یافته میارم وای دادا جانش من همین متای فلانی خارجه آوردگی همین اکو من با گفته تیده کن من از زنی فلانی اون خیلی کشه یافته میپوشده من از وای کم می خواهی اکو همین اکو من با گفته تیده کن خوب آدمان برای من همین اطلس های ما جان میدهند و این باشد خارجیش رو میکند لهجه همان وقت جالب است که اگر مسخره نکنی درست یعنی که باید قهرمانت دوست داری و یک نمایشنامه بود با نام صدا از تابوت که در تئاتر هم بود بله و در این اول در تلویزیون تئاتر بود اول در تئاتر بعد روی نوار آمد در تلویزیون ها بله این هم در تئاتر دیگرو بازی میکردند
роли که من بازی کرده بودم سوخسورов نام دارد. در تئاتر اینا اصلی بدردینویچ برخانوف بازی میکرد و قیامالدین چخالوف بازی میکرد. من در تلویزیون بازی کردم. بله. من به یگان گریم، به یگان وای این همین خیلی خواستیم همراه خدا رحمتشان کند ساجده غلامова که رئیسیاری همین نمایش ما بودن. کاستیومای خودم بود به یگان وای. من نخواستم که از این وای کنیم. ما یک خاراکتر یا یک آدمی جاهل و آدمی وای نشان تیم. با دادرکت آشتی میشوی. کدام دادره؟ چند دادر داری؟ همون عابد می؟ ها. همین قدر سال جنگی کردم و اکنون برای خانه شده آشتی شوم نه؟ نتای جان اگر در گلو استخوان ماند چنگالی گربه‌دارو گفتن در عرفیت. خیر مقصدتون چی گپ زنید؟ نتای جان با دادرت یک مکتوبی خوشرو می نویسی. جان و جگر بودیم میگویی. همین قدر سال قهری گشتیم شد اکنون فهمیدم میگویی. بغیر از تو دیگر هیچ کس ندارم میگویی. اگر رود و مرده مانم با تو آشتی نشوم اگر دو دستم از قبر بیرون میگویی. آبی جان آبی ساده باور میکند زود میآید. من که امروز با اکثریت مردم تاجیک مانند هستم به یگان گریم و به یگان لباس و چیزی که در اول گفتیم به یگان خاراکتری ساخته و وای همین خواستیم که صمیمی باشد. هر کس در همین قهرمان من کسی که مثل فعلی هم قهرمان من ندارد یعنی که خودشون بینند. اونجا در یگان قهرمان ما گریم قریب که ندارد. نه خدا رحمتی برهان رجبوف، نه استاد سید مراد مردانوف، نه ناصر حسنوف، نه من و نه دیگر نه شهرت انا شهرت جان انا نازل خمار همه همینو خیلی لباسا کم در میرم ایسای و کم میرم دلبر عمر و انا لباسا میرم ایسای و در تئاتر بازی کرده گن همین رولا انا نداریم ما اپای سوجده هم و گفتگی بود که بچه‌ها بیاید خودمون بازی میکنیم. ما فعلمون اطوارمون خاراکترمون دیگر میکنیم باطنمون ولی که چهرهمون هم خیلی میموند. بگذار در چهره شما مردم خودشون بینند. وقتی که شما همین نقشه رو آفریدید کسی بود که گفت که یا نقش من رو آفرید یا ما داریم نفری که همه گونه خصلت دارد؟ وقتی که ما با سفرهای هنری به دهات می رفتیم با مضافات کشور می رفتیم بودن در راه و روم وقتی که می دیدن ما را می شناختن می آمدن می گفتن ای همون رولتون بسیار عجایب بود. عیناً همین من همین سابق همین شیف مایه بازی کردیم. نصرت اکا در خانه هستن؟ هستن خیلی بیاید. مرحمت شما برادکه کنی دارید کنی خوش آمدن السلام علیکم. مرحمت کنی گذارید کنی نصرت اکا در خانه هستن؟ ها در خونه نتای خانه پا الله بای با نصرت اکا هم یک کار داشتم. کار داشتی؟ قند کتانه زنید شو براد جان همین از تحت دلم کار میکنید بیا. با آبی جان یک تا همین خیل موتورسیکل خریدم اونم گفته بودم فراموش کردیم. تو این موتورسیکل خودم نتای خونه پا؟ مایلش اگر شرم دارید من خودم کلید ها رو به دست آبی جان میسپارم. نتای خونه پا السلام علیکم مصطفی. سلام علیکم. مردک جان ساعت 6:30 شدیم میمونه چیگینجا کجا هیچ گپ نمی بیاین. مردک جان شو براد اکیم بینید با آبی جان موتورسیکل توفه آوردید. اوخی نه این مخو نه نصرت پرپیش این رحمت باور کن این موتورسیکل خودم رحمت دوست جانی بود نه فهمیدم این ندار نیتا جان الله بای از آبی جان خبر بید خوب شده خوش آمدید
رحمت من ندار توفه انا این خیل شده نصرت پرتی چون متاسیکلی من ندار ما که من ندار کنی یعنی چی مرحمت بذارید کنی شما بذارید کنی بیاد کنی یک آدم بود که این مثل شما نبودو، لیکن فعل اطوارش همین قدر شما با مانند بود. دیگر جا می رفتیم همین خیل، دیگر جا می رفتیم همین خیل. خلاصه از این در همون وقت از همین بازی ما بیشتر آنهایی که به سودا سر و کار داشتن دائما هراسیده می ایستادن. مایور میلیتسیا نوروزوف، من این حجتی من میبخشم. باور میکنم چی شده است علی جان؟ چیکار کردی؟ چی تینجی بود؟ نه ما با نزدیان کس نه، ما شما را سراخ کرده آمدیم. تشکر رحمت خیلی مرحمت. شما حاضر از منصبتان استفاده برده از شابرات شارحیموف 150 سوم پاره گرفتید. پاره؟ من پاره گرفتم؟ بله شما رفیق مایار آخر من حاضر از اینجا بر آمدم که اینجا یگان گپ است. اینجا تگی یگان کوسه نیم کوسه بری. شابرات شما با من 150 سوم پاره دادی؟ بله دادم. عجب. برای چی آوردی و ندادی؟ دادم گفتم که دادم. خب حاضر که پاره داده باشی پس او پیشترها هم داده بوده گیستی؟ نباشد چی؟ البته پیش که پاره داده باشی چرا همان وقت شکایت نکردی؟ اون وقت گپ زن برای چی جواب نمیدی؟ اون وقت رفیق مایار مبادا که در اینجا یگان صف نه اینجا سهو اشتباه نشده است. خب اینجا سهو نه این کس خادم اداره دولتی رو تهمت کرده. قپدورا چی؟ قپدورا شما پیشتر هم به سخصروف پاره داده بودید؟ بله با یک حساب نه که حاضر دادم. این کس گفتن که من دادر عروسم کورورد میفرستونم پول بیار من آوردم. کورورد؟ بله کورورد. من با کورورد رفتنی نیکو. من خودتون شنیدیدن؟ ابله اگر آبیجان با کورورد رفتنی باشند محتاج هیچ کس نمی شود. فهمیدین؟ دولت خودشان میفرستند. و بسیار مهربانانه پیشواز میگرفتن، فکراشون میگفتن، جایی که ما نادرست بازی کردیم میگفتن که این خیل نمیشود، پاره‌گری این خیل نیست، یا شما پاره نگرفتید نمیدونید، یا که همین خیل خیلی چی میگه مفتین خیلی پاره را هر خیل میتونن. بعضیا میگن که تگی کرپچه میمونن، بعضیا نفهمیده در کیم کجا میمونن، بعضیا وقت گذشته ما در کیسه میاندازن. های نصرتکه همین کمی ما رو با جای زیاد از ما نگردد، از خدا گردد. نصرتکه مرحمت. این چی؟ خیلی نمیاد چیزی نمیشه. نه گم کن شما رو گم کن. خرام شما؟ گم کن چیزی حرام است. باز من خدمتگاری دمتون باور کن. نکن دستت حرام نکن. این مال باز خدا گردد. بخشیدیم مایلش من نباشد از نوگی خمیر فطیر همین برده به همون آدم میگه. مایلش نصرت. همین نمایشنامه هایی که شما در آنجا نقش بازی دید به شک و تردید خیلی تربیت کردم. درست همین خیلی. انا کن فکری خدا رحمتشان کند ساجده غلام آیا فهمیدید که اونا گفتن که باید بسیار زمینی بازی کنیم و خودمون بازی کنیم، بگیریم و به یگم و این زیادتی که مردم بیند و باوری حاصل کنن که حقیقت است و همین خیرم شد. تیر به هدف رسید. ایجادکار که در همانجا شما نقش آفریدید
و اون قهرمان واقعا شما به چشم خود دیدید یا که تخیل مؤلف بود؟ حاجی صادق استاد. اثر حاجی صادق بود. آها. اصلا ها اونم ما همراه ساجده بانو مانده بودیم. ما اونجا خیلی خیلی تغییرات ها در آوردیم. از استاد بعضی چیا ماند و دیگراش گرفتیم چون که کمتر سخنهای بفرم بر وقتتر نوشتگی بودیان، یعنی که با زمان امروزه موافقت نمیکرد. ما اجازت گرفتیم و انا گفتیم که سخنات رو مضمون میموند ولی سخنهای دیگر میکنیم. چی نگاه میکنی؟ چی منم بار اول ببینیم؟ او شو دستور خونتا انا چی منم؟ این چی؟ این چی همین؟ چی آورده تو منبع؟ بادرین کنی؟ مانا دادا جانش مانا بودرین مانا بودرین این چکل بادرین؟ کلان شگیری نمیشد می؟ آخر کلانش پیر جانکم من مخصوص برای شما خوردکی که آبدارش جدا کرده گرفتم. بسیار گپ نزن تو. مرحمت دادا جانش این چی؟ او چکه کنی؟ من میدونی که خود من چکه دادا جانش. این چیکار چکه؟ او این ترش کو؟ آخر شما او چکه ای ترش کو؟ چی تو منو کشتنی می؟ او جانکم شما چکه ترش خودتون ناز میبینید کو؟ کبودی که این چی؟ اینه کی باوردی تو همینه؟ کی باوردی تو اینجا؟ من تو با چی اینجا؟ گاوی تو اینجا من تو با این. گاو من تو با. چکه ترش؟ این علف ترش؟ خیلی من تو خورید دادا جانش من تو. این منتو با پیاز نیستو؟ و همه این گوشت کو؟ و منتو با پیاز که انداختی مزه میگیرد. چی؟ خودت خوردیمی همینه؟ نه خودت خوردیمی؟ دهنت و مزه نداد که پیش من با آوردی موندیده ها؟ و یخ برینه اینه. و این آدم خورد اگر نمورد. حاضر دادا یه جانش مرگی همون هنرد حاضر. مرحمت اگر کم نمک باشد دادا جانش مرحمت نمک. عموما نمک ندارد. آن جایی که همون قهرمان من خواب میبیند این بافتای خودمان است. بله. این در مؤلف نبود. ما اینا خیر رفتیم ورزاب رفتیم فرمه گو رفتیم و گو که من پیش میکند اخیر این کار ریشاری بود و اصلا من پیش نمیکند و گو از ترس جانش که از قفا با چوب تهدید میکنند که همون طرف گریز، یعنی منم همون طرف میدوم گوام همون طرف میدوم در وقت نمایش، یعنی که او گویا که من پیش میکند. وقتی که ما رجب گل در دیگ می اندازیم و در دیگ تصفان و می جوشانیم و وای میکنیم و این چیزا همش خیال های خودمون بود. ساجده بانو در حقیقت هنرمند خوب بودن، این چیزا رو نغز میدونستن، تکنیکای همون وقت را از هیچی یک چیز ساخته. پروانه است اینو شروع میگیرن این تو من اینجا به این تو مونده کجا با برکو مرا
از کدام طرف بزنم؟ اوف عمرم خزان شد کشت فیله منه. وای پایه کمی توفله های کش. اون که بالای کفش رجب گل من میگیرد و پنجاش قطعه زیر میکند و من دودوای میکنم. این اگر در وقت مشق بینید خنده‌آور است ولی وقتی در افیر میبینید اون تماما دیگر معنی دارد. یعنی تکنیکای همون وقتی همون قدر امکانیت داشت. را در بین همین پنجه هایم مجاق کرده میکشم. فقط مجاق نکن. برای چی اینقدر افت افلاس؟ آخر تو چی؟ با کار خانه اندر ما شده افلاس میشود آخر. یک راه رسیده برآمدی مگر اگر باز یک بار دیگر با من دخالی کنی تو را همین طور مجاق کرده میکشم. شما هم در تئاتر نقش آفریدید و همزمان در سینما. از این همه کدام بیشتر در دل شماست و میخواهید که در پرده باز را دوباره خود شما تماشا کنید؟ اصلا کم من دیدم ایجادکارا که یکی از نقشاشون گفته باشن که این نقش برای من عجیب است. یعنی که همه این نقشا فرزندای من هستند. یعنی اونها رو من تولد کردم. اونها همش برای من عزیزن. من نمیتونم یکی از آنها رو بگم که این و فلان و فلان. ولی یک چیز دیگر است که از نگاهی تماشابین، از نگاه بیننده، وقتی که من خودم از کنار تماشا میکنم، از کنار نه همچون یک اکتور، همچون یک آدمی واقعی تماشا میکنم، برای من باز میگم که همش خوب است ولی مجسمه عشق همون بابای غفار که امروز در بین مردم یک وای پیدا کرده است، یک ابرازی خیلی مکمل برای می نماید. هم از جهت خاراکتر و هم از جهت اسلوب پیدا شده است و همه مردم یک چی میگن توجیکی شده است. بابا نگوی گوی که غفار داد. مالش بگم. و باز گوی که غفار ماشین میخرد باقش بهشت برین. خوب شد از بابا. بابا نگوی. امک چی؟ نیمه جان من به تو نه بابا میشم نه امکت میشم حتی تقایت هم نمیشم. اگر دلی اما جانت رو به من گرم کنی یزنت میشم. من رفتم. نیمت سری خفه نشو. نیمت تو کجا سروسی من؟ آخر چوروا رفت. خیرود رفتن گیرد راهش رو میابد. من نیمه جان من از تو یک التماس دارم. چی التماس؟ یک صورت اما جانت رو به من بیار. نمیتونم. من میدونم لیکن تو دزدیده بیار. خب من به عوضش نه به من دوربین رو چه؟ دوربین؟ به دوربین من چیکار میکنم؟ به دوربین مال مردم این باغ و راه را خورده پایمال میکنن. نخود اختیاراتون نخود امای من به یک دوربین پوسیدگی ارزش نداشته باشد. امای تو بگنجی قارون میارزد. فهمیده؟ فهمیدم. تو دل امت رو با من گرم کن از بالای سرت تنگم و تیلا برزم. فهمیده؟ بله. سلام دو. یک مردی که امروز نه خانه دارد نه زن دارد نه فرزند دارد ولی او هم محتاج مهربانی است. او هم میخواهد که همچون مثل دیگرها از زنش مهربانی بیند، بیاد که خانهش آباد است، چایش میجوشد، مثلا نان گرم پیش. همین ها نیست. او به همین چیز احتیاج دارد. از این رو در سیمای همون صنم که او هم یک زنک که تنها است غیر از همین جیانش، همه حس میکند که همین زنک اگر راضی شود زندگی اینا بسیار خوب میشود. میخواد که دل همون جیانش یا بده به واسطه همین جیانش به او. خیلی اون طرفش شما خودتون دیدید. مظلم کردن صنم همین است که گوسفندای تو به زمین من در آمد. یعنی بهانه جستن واخوردن است. واخوردن به وصال رسیدن. درست بهانه دیدار است. بله درست. فیلم سلام گلناره رحیم نه حالا در اون زمان تجربه شما خیلی کمتر بود از اون که در فیلم مثلا مجسمه عشق بازیدید. وقتی شما میبینید اونجا جوانتر هستید
در قیاس به این فیلمی که فعلا نامش ذکر شد. کمبودی از خود میکوبید؟ اونجا کمبودی رئیسورش قدوسوف بود. بعضی فکرها بود ولی رئیسور میگفت که نه، گپ درباره بیدار کردن حسیات روحی مکتب بچه ها و محبت آنها نسبت موسیقی بلند کردن و همین درس در بسیار جاوی میکنه که این درس هم مثل دیگر فنها مهم است. همین چیز به اینو تکیه کردن و مؤلفش هم آمده بود. ما این فیلم در اسفره به نوار گرفتیم همراه شادی سالیف و یا رئیس کلخوز بازی میکردم، من دیرکتور مکتب بازی میکردم، ولی اون چیزایی که ما میگفتیم او قدر چی نداشت، یعنی آزادی نداشتیم. ما آزادی که از انسان یا که به ویژه از هنرمند کارگردان میگیرد باعث محدود کردن هنر همان هنرمند نمیشود؟ میشود اگر که اون چیزی که مثلا ما میخواهیم رژیسور اگر همون درست استفاده برده تواند. بله. وقتی که درست برده میتواند همون راهی ما وسیع میکند، میکشاید، اجازت آزادی میدهد، هر چی کار کردن ممکن بود. اونجا در سناریو باید تغییرات ها وارد میکردیم. ما گفتیم فکرمونه ولی قبول نشد. Теперь наша мастерская самая лучшая в районе. Вот пусть шефы теперь помогут оборудовать музыкальный класс. Не так просто это делается. Вот сходите и попросите. И кому надо сходить? Председателю колхоза, шеф нашей школы Сардор Самадов. همین ایمپرویزاسیا که میگن یعنی بداهتاً اضافه کردن، این یک شیوه دیرینه شما هست. بله. تا جایی که بنده آگاهی دارم، یعنی در هر یک صحنه که شما از روی سینری هم بروید فراختر قدم میگذاره و موفقانه قدم میگذاره. فرض یک جا بود که بریده پرت بودن، وقتی که بچه‌ها مکتب دا میدارن دیرکتور مکتب پیش در به میسه، در فیلم نیست این چیز. همینجا ایمپرویزاسیون من گپ نداشتم. دیرکتور نگاه میکنن، همه بچه‌ها نگاه میکنن که هست و کی نیست. من گفتم که این برای من چی نداره آخر، بار نیست در من، یعنی که ایده نه نگروز که با گفتی برادر اوس نیست همین چیز. بعد من هر یک بچه‌ای که میدارم پدرت با گپ زن بهای گرفته که امروز حتما میگویی تو عموما پگا میتونی نبیایی، اگر خواندنت هم خیر باشد پدرت گوی حتما پیش من بیاد. هر یک بچه علاوه اونایی که درسشون سست است، یعنی که دیرکتور مکتب همه چی میدونه و میشنود و سپاریش میگه که بهای گرفتگی با پدرت گپ زن، ساعت فلان با پدرت باید پیش من بیاید با من هم صحبت شود. بعد این از فیلم بریده پرتافتن که نه این چیزا در کار نیست. یگانه جایی که من خودم اینا یافته بودم همیشه وای کردن، گرفته پرتافتن. ولی در فیلم نامزد آزادی های شما بیشتر احساس میشه. اینجا یونس یوسفوف رئیسور اولین بار اکسپریمنت کرد در من. یونس که همین رول خیلی بازی کرده میتونسته باشد یا نه گفته. من نیستم. تو که در خونه نیست. لبای؟ ها؟ اون کس نیستم. نه نمیدونم. نه نیستم. کی بوده؟ کی میشود؟ کیم کدام این چه؟ خیلی این چه؟ من نمیدانم کدام. کدام. استاندار میفهمی من برسم بستم آدی با این ایریم چیری مرد. چی؟ استاندار؟ این تبیل استاندار کار. کدام اون گفت که درست هستن ممکن نخونیم. خدا گیرد همون دامونه بسیدی دامونه درست کردی با ایریم چیری مرد. Мам, ну хватит ругаться! میخوایی گفت بزنه میشه در بالا میمونی ممکن انتخاب کنندگان باشند. ای اکسپریمنت کرد. من پیش از خیلی موفقانه بود این اکسپریمنت. شاید چرا که در یاد مردم همیشه هست. چیزی بیام نبود، چیزی چی میگه امروزه بود و فیلم اون دوره ما این سالی زمانی بازسازی بود. بازسازی بود، نو سر شده بود همین ویها. فیلم نشان دادن کمیسیون قبول نکرد. اصلا سناریوی این فیلم خودش نیم ساعته باید میشد و این فیلم در وقت رپتیسیون بعد اینا همراه رئیسور او وای شفت. دیگر صحنه ها به خاطر من اومد اگر این خیلی کنیم چی میشه، این خیلی کنیم، این خیلی کنیم، این خیلی کنیم. لحظه به مرخانه در اومدن این بافته خودمان است. کدامش خطام؟ آره همینه تی. انا عملت دوریشی. نه نمیشه. همینه شنی؟ نه میشد. نه انا باید بیشتر. کدامشه؟ ها بوله چی بوده گتید؟
او بالا گنم انا نه نمیشود آخر حالا چه خیلی نشد ملا گفت گنم همین خیلی شدم نشد نه اینشا وایشا دارای کاتون گیری خیر بیایید خودمون میگیریم دروید آخر کدوم اصلا گیرم من کنی دارد خور کنی نشد وaya اینشانه وایشانه آخر داره قهرمان مبارک به تماشاچی نشان دهیم و حس نفرت بیدار شود ما مجبور بودیم همین چیزا وارد کنیم و گمان میکنم که بد نبود. تلویزیون سینما که حالا دنبال نوار گرفتن یا آفریدن یک فیلمی هست باشد و شما دعوت شوید شما راضی میشوید؟ من سناریو میخونم انا رئیسور میشناسم که کی رئیسور میشد چرا نه با جان و دل من راضی میشم. یک لحظه من میخوام گویم اینا شما ندیدید در تئاتر یک اسپکتاکل بود زیبونیسا از اون مستان شیرالی بود. بعد رئیسور شمسی قیاموف اونجا خدا رحمتی محمود جان بهزاد بازی میکردن من شاعری دربار بازی میکردم. ما دو کس میاییم و شاعر به دربار دعوت کردیم که بیا تو در دربار اورنگزیب تو خدمت کن. گفته اومدنیم ما میبینیم اینا گپ میدونم هوش من همون شربتی کوزبه. بعد خدا رحمتی یک پیاله به میریختن خیلی ما میبرستیم میخوردیم و همون من بازی میکردم که عجب شربتی به مزه. من در دربار یعنی نوشیدم این شربت رو زیاد نوشیدیم لیکن این شربت خاصه است. بعد همون با دراز میکنم محمود جان این چیز در سیناریو نیست. اگه من میتونستم مونم بالا میز با لیکن من یک باز میخوام دراز کردم که گرفت و این کس میگرن با میریزن اگه اونجا هیچ نیست خب شما میدونید من با میگیرم همون رو نگاه میکنم خیلی یعنی بدن تن ارگانیسم یعنی که از این چیز حلاوت میبرد گفته با همون خیلی مینوشد تا آخر مینوشد و این گپی خودشون خطی من پروای گپی اینا ندارم با همون با دراز میکنم محمود جان با یعنی که بالای گپ شونده میبرم من دقت اونها خودم به میگیرم زل الکی من با دو قدم الکی کارم کردگیم زل اینو گوش نمیکنه هرچی که من میکنم همون میبینن من با دراز میکنم خیلی با محمود جان خیلی کمتر میریزن و با کوزه میمونن و من دید که عصبی شدم دیدن که من خلق رسانده ایستادم خیلی من باز میانوشم و اکنون در اندیشه هم که با دراز کنم یا نکنم زل همین اندیشه من خونده است و یا میفهمن اکنون من دقت کشیده گرفتم. بعد محمود جان بعد دراز کردم یعنی محمود جان واحد فهم محمود جان دیدن و بعد گرفتن دستی من یک نگاه کردن میخیرو من اشاره کردم که بریز رسید و یا گرفتن پیاله موندم بالای میز با خیلی من دیگه که چی کار کردن نمیدونم دستام وای کردم همین خیرو بعد من خودم گرفتم کوزه ریختم که زل خستی. بعد از من یک چند وقت گذشت محمود جان گفت که من کاری وزبین دارم این رول دیگر بازی نمیکنم. بعد خدا رحمتی فرخ قاسموف بازی کرد یعنی همین کاری ما هم خیلی دوام دادن گرفت. یعنی اونجا به من نه سخن داشتم نه هیچی نداشتم همین قدر و رفتنم هم خیلی عجایب ما از صحنه میرفتیم. خیلی خدا رحمتی نماز آیمتف اکن از روی رول وظیفه‌شون بلندتر و است اونو میرفتن من تماما دیگر خیلی میرفتم. من به خاطر چی میگم من این به خاطر انا با گفته برادرها پشوچینه تئاتر یعنی که شپاتی است به تئاتر یعنی من امکانات های خوب داشتم در تئاتر من استفاده برده نتوانست طلبات من همچون اکتور قانع کردن نتوانست و امروز هم این چیز در تئاترها وجود دارد. هستن اکتورهای خوب جوانای خوبی هستن که آنها هنری خوب دارن ولی رئیسورا نمیبینن رول بار میکنیم میگن این رول باید بازی کرده شود اون وقت اون اکتور سبزیش مییابد یعنی که استعدادش بالا میرود هنرش بالا میرود اون مخلص پیدا میکند. اکتور اگر مخلص نداشته باشد
او تئاتر باید بست. مردم تماشابین به خاطر اکتور تئاتر می رود. درست. از یک پیسی که هیچ نیست او را اکتور میتوند که عموما یک جهان دیگر، یک پهلوی دیگر این پیسه شاید و مردم به تئاتر بیاید. یک پهلوی دیگری هنر شما دوبلیاژ است که نه هر کس میتواند اینقدر موفقانه آواز دهد که مثلا شما به جای فرونزیک در فیلم اسیره قفقاز، در فیلم دست الماسی یوری نیکولین بسیار خوب، بسیار حرفه‌ای، بسیار زیبا که هر نفری که مثلا گوش میکند میشنود میخواد دوباره بشنود، مثل اون که نیکولین خودش گپ میزد. از چی کار میگیرید؟ از دو چیز. اگر من علاوالدین مثلا تقلید میکند، بله. یعنی که موفقیت او در همین است که همون آواز با همون چیز میخواد که اصل همون آواز است. چنانه که همچنینکار ورزده ما ارکادی رایکین میگوید زن دوست انسان است. یک دقیقه لطفاً کم سستر من می نویسم. کی؟ شاید روزنامه نگار باشد. ها روزنامه. من میخوام که آواز من باشد، ولی من آواز من با خصلت و رفتار همون قهرمان موافق میکنم. بله. آواز من صدا میتید ولی قهرمان من دیگر آدم است. سلام علیکم. و علیکم السلام. این کایوت 16 یا پردون من خطا کردم؟ 16. جای شما همینجاست؟ بیایید شناس شویم. کازادویف گنادی پتروویچ. بسیار شادم. گربونکوف سیمیان سیمیانویچ. شادم. امیدوارم که دوست میشویم. البته. شما با خود یگان خیلی ارمغان گرفتید؟ نه. اما من گرفتم نه. عراق. من دید و ذوق خودم بار میکنم. بله. من میخوام که اون چیز در لباس ملی، در لباس ملی خودمون یعنی. بله. من همین خودم بار میکنم. وقتی دوبلیاژ میکنیم بار میکنیم. اون چیز تماشابین همین خیل از نگاهی من همین خیل باشد که گوید این توجیکی است. بله درست است. شده است که ما در وقت آواز دادن بعضی عباره های تندتراقی است که مردم اون فهمیده نمیتواند. خود فیلم هم همین اسلوب خطا است. بله. باید یک چیزی باشد که او را تمام مردم فهمد. در همون باره سینونیمای خیلی زیادی هست، یعنی که ما همون چیزایی میکوبیم. کدام رئیسیوری که همراه من کار کرد من جیغ میزند، من میگم اگر من دوباره جیغ نمیزنم این کاری تو، لیکن همین کلمه این خیلی این دیگر خیلی میگم روزی میشوند. یک سرود میخوانن اونها با زبان خودشون که شما در آنجا مثلا از بیت های تاجیکی استفاده کردید. در وای مثلا در ایوان واسیلیویچ میاد پروفسور اونجا من میخونم اونجا دیگر چی است، من از شاهین میخونم که ای لبت گل آرزت گل تو رد سنبول برین، ای قدت گل آرزت گل تو رد سنبول برین، غبغبت در چرب و نرمی تخم نیم دنبول برین. بله درست. همین میخوانیم از وای، لیکن بسیار خوشرو جوش با آمده است. این وابسته است به استعداد و هنر همان اکتوری که آواز میدهد. همطور اکو اینجا باید ذوق هم باشد. من نمیگم که ذوق من از هر بلند است. من وقتی که همون میکنم میبینم که همین سخنی که من میگویم در همین گفتنی من همینجا روا است یا نه. اگر خلل رساند، اگر که جدا شود، مثل بعضی نقش و نگارهایی که در ما هست یک رنگ رو میزنن که عموما وجود ندارد و خاص مردم ما نیست، لیکن همونا برای توبیشش میدوزن، لیکن او زیبنده نیست. من همین در نظر دارم که اگر همو جوش باشد و غنجد و فرض کردیم و مردم از همین راحت شوند، چرا نی؟ بخشی پرسش و پاسخ داریم و شما آماده هستید؟ خوب اکنون نمیدانم که شما چی میگویید و من چی جواب میگویم. از کودکی چی در یاد مانده؟ کودکیم در یاد مانده است. از عمر گذشته بار افسوس خورده؟ نه. به احساس ششم باور دارید؟ 100%. در مشکلی دل شما را چی تسکین میدهد؟ سکوت، آرامی، اندیشه. بار شده که نهان از دیگران گریه کرده باشید؟ بله. بود لحظه که با خود گفتید که این نفس ها چی بیهوده گذشت؟ نه نگفتم. از مرگ باید ترسید؟ هیچ وقت از مرگ نباید ترسید. چرا؟
چون که ما هممون میدونیم که یک روز نه یک روز مرگ فرا میرسد. چرا ترسید؟ ما میدونیم که این فرا میرسد. ترسن در کار نیست، برعکس آن کارهایی که ما به انجام نرسانده ایم یا که میتوانیم کرده اینا باید به انجام رسانیم. پس سازش باید کرد. سازش چی است؟ سازش همین است که خودت احتیاط میکنی. بله. بار شده که از خود خسته شده باشید. شده است. در انسان ها چی را میپسندید؟ خاکساری، صمیمیت. چی را خوش ندارید؟ دروغ. در ادبیات نثر است و نظم، کدام از این بیشتر به شما خوش زیبا است؟ نثر هم این نظم است، نظم هم نثر هست. نثر هست که از نظم زیباتر است. بله. برای خوشبخت شدن یک انسان چی مانع می شود؟ تنبلی. طول عمر چی را از دست دادید و به عوض آن چی به دست آوردید؟ خب گذشت عمر من گمان میکنم که به منفیت من و جامعه بود. من گمان میکنم که عمری با برکت گذراندم. بیتی هست که دوستش دارید. این جهان را نگر با چشم خیرت، نه بدان چشم که اندرون نگری. رودکی. سرود خواندن را دوست می‌دارید؟ نه. از سرت ماند. دیگرای گوش میکنم ولی گاه خوانده اید. همراه هم بچه ها. از حرف پدر چی در یاد مانده است؟ پدر چی گویم که هر آن چیزی که گفتن همش در یاد مانده است. من جدا کردن نمیتونم که اینش وای بود اینش همش زیبا بود. شما وقتی میبینید که شمع میسوزد در ذهن شما چی روشن می شود؟ من خودم می بینم. انسان همچون انسان خودم می بینم. من می سوزم ولی روشنایی داده می توانم یا نه؟ بزرگترین درسی که طول عمر از زندگی گرفته صبر و طاقت. در زندگی از کدام عمل خیش پشیمانه؟ میدونید بود لحظه هایی که از من کمک مدد میپرسیدن ولی من نتوانستم اجرا کرده چون که کمک و درخواست آنها اونقدر خیرخواهانه نبود. میدونستم که پس این چیز دیگری نهان است. آنها خفه شدند و تا حاضرم خفه هستند و من اجرا نکردم. و از خود پشیمان نشدید؟ نه. وطن از نگاه استاد عبیدالله رجب. وطن این مقدسات است برای من. وطن این منم. وطن این اهل اولاد و مردم تاجیکستان است. وطن من بها ندارد. در همه جا بودم. بهترین ناز و نعمت، بهترین صحنه من در نظر دارم صحنه زندگی. ولی یک خاری تاجیکستان به نمی ارزد. خود را روشن فکر می حسابید؟ بله. رقص کردن را دوست می دارید؟ نه. فارغ از کار وقت خود را با چی میگذرانید؟ با چی؟ با اندیشه های خودم. اگر به سفر برایید کدام کتاب را با خود به قول همسفر میگید؟ انسیکلوپدیا. طالع نامه شما چی است و درست میاد به حالت زندگی شما؟ ماهی. قناعت کردن در هنر برای هنرمند چیست؟ قناعت کردن در هنر برای هنرمند
این نیستی مرگ به مرگ برابر است. در مکتب زمانی مکتب خانی با کدام بها میخواندید؟ من برای آدابم یک 3 تا 2 دارم. 3 تا 2 برای آداب. دیگر همه 4 و 5 بیشتر است. من همون ژورنال مکتبی که در مکتب میانه میخواندم، یکی از همون ژورنال ها همچون خاطره در خانه من هست. او را میخواستم که تگ دیگ پرتویان کاغذشو کنده میپرتافتن و اویله من در همون خانه دیهات که داریم مهمان شدگی بود و خودش کنده میپرتافت و تا این ساختن خان که اونجا نام و فامیل بابای من است. بعد دیگه روش همشه جمع کرده آورد، حالی بستگی در خانه. همون ورقهایی که دو داشت سوختن؟ نه هستن، ایستادگی است. کدام رنگ را بیشتر دوست دارید شما؟ همه رنگ ها زیبااند. در جای خود اگر باشد. بله، در جای خود اگر باشد. ولی من بیشتر رنگ های آبی نقص میبینم. بله. وقتی عصبی بودن خود را با چی آرام میکنید؟ میخوام تنها باشم. تنهایی به شما آرامی میبخشد؟ بله. بحث فلسفی را دوست میدارید؟ بله. دیدگاه شما کی به زندگی خیلی جدی شد؟ بعدی به تئاتر لاهوتی دویم بار برگشته آمدنم به حیث یک هنرمند و بعدی نمایشنامه شب گرفتن ماه در نقش دیوانه. در خشم هرچی آید در ذهنتان به زبان می آرید یا استحاله میکنید؟ استحاله میکنیم. احساس خوشبختی به نظر شما در چی است؟ در آبادی وطن. من میخوام وطنم آباد باشد. امروز کوچه های اینقدر سرسبز میبینم، از این خرسند میشوم. وقتی که میبینم دریاهای ما اینقدر سیرابند و صافند، کبود نیل بر این کبود است، از این من شاد میشوم. وقتی که فرزندای من، نبیره های من از مکتب برمیگردن خوشحال که پیاده آمدم خواستم شهرم ببینم، باعث خرسندی من است. در آینه وقتی خود را میبینید چی میگویید؟ و خودم میگم آفرین به این سخت جونیت. از عشق رنج کشیده اید؟ بله. زیاد؟ نه به اون درجه که مثل مجنون باشم یا که فرهاد باشم، ولی در پایه همونو یک ذره منم حسیات دارم، انسان هستم. بله. یعنی به قدر محبت یا اینکه به قدر مجنون رسیده؟ بله رسیدم. خب رشک شما را آزار و اذیت داده است؟ در کدام خصوص؟ خب رشک محبت، نه رشک کاری. بله، رشک محبت هست. آرزوی بود که عملی نشد؟ خیلی زیاد. بر عوض بدی که من به شما اگر بدی کنم شما چی پاسخ میدی؟ من در حیاتم به کسی بدی نکردم. کسی به شما بدی کند چی پاسخ میدهید؟ آرام میستم. من میگم که اگر که خودش میفهمد روزی میرسد که از گفته‌هاش، از کردارش پشیمان میشود. خاطره خوشی از زمان دانشجویی هست که در یادتان مانده است؟ خیلی زیاد است. خیلی. و لحظه بود در زندگی که میخواهید حالا فراموشش کنید؟ نمیشد فراموش کرده. از چی یاد کنند شما خوشحال میشوید؟ از کودکی هم. حکمت هست که بگویید یا لطیفه هست که حالا در زبان است که بگویید؟ چند رفیق در آمدن به کینوتالار فیلم تماشا میکردند و در اکران یک گاوی مست پیدا میشد با همون شاخهای چنبر و در پیش گوساله ها و گاوهای دیگری هست که همونای وای پیش میکنند. از دور دویده میبیاد، کامیرا به نزدیک میآید. همین خیلی میدود که چیزی که در سر راه بود میزند، شاخش خودی درختای میشکند، آدمای چهار طرف پریشان میکنند. همین دویده آمده است، از هر چی که نزدیک میاد همون قدر دهشت او کو بلند میشود.
مردم همه در تالار با یک هیجان تماشا کرده است. یک جوان این طرف اون طرف نگاه میکنه نمیشه تگی کرسی به میدراید. بعد و یک رفیقاش میخوزنن میگه ای بچه تو چیکار میکنی؟ تو شرمنده کردی ما را و تو عقلت نمیگیرد که آخر و اینجا کینو تئاتر است و این کینو است. کینو میفهمی یا نه؟ میگه من میفهمم که این کینو است لیکن او گو میفهمد که کینو است. و آخرین سوالی که از شما میپرسم، یک شاعر میگه که جهان جام و فلک ساقی اجل می، خلایق بادنوش جرعه وی، خلاصی نیست اصلا هیچ کس را از این جام و از این ساقی از این می. تولد مژده مرگ است. ما همه می آییم و لاجرم می رویم و سالها می گذرند. از استاد عبیدالله رجب چی یاد میکنه؟ خب میگفتگستن مردم که یک دیوانه کسب خود بود که امروز در بین ما نیست. یعنی دیوانه به معنای مثبت. بله، دیوانه کسب خود، عاشق. بله بود و متاسفانه امروز نیست. برای شما عمر طولانی، اقبال و دولت و شرف که دارید این را بیشتر و فراتر آرزو میکنیم و جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه ما آمدید و از بیننده های عزیزم عرض تشکر میکنیم که تا آخری برنامه ما را همراهی کردن و با ما بودن. تشکر. بازم خوش آمدید. تشکر به شما غیرت شو. زنده باشید. با آن طلباتی که شما دارید به سینما، زنده باشید. تلویزیون سینما موفق باشید. زنده باشید. بازم خوش آمدید به برنامه. تشکر.